اگه الان بهت بگم مادرت از دنیا رفته چیکار میکنی؟ خیلی یهویی پرسیدی. هیچ نمیتونم. قابل بحث نیست اصلا. شوک بهم دست میده. مثل ما. سوال خیلی سختیه. این سوالی که میپرسین واقعا مثل مریم. اصلا نمیشه بهش فکر کردیم. مثل اصلا یه حس خیلی عجیب است، همونجوری که قش میکنم. خیلی من و مادرم خیلی حساسم و اصلا نمیتونم یه لحظه دوشه تحمل کنم. من شاید همون لحظه سکته کنم. خیلی حس بدیه. خدا اون روزا نیاره که بخواد همچه اتفاق برای من بیفته، اصلا برای هیچ کس. هیچ کاری نمیتونم بکنم، فقط میشینم یه جا. کل زندگی ما براش. الان یه حرف رو زدیم تپش قلب رسم. نمیتونم بیان کنم حسمو، چون تمام زندگیم دارای مادرم. کاشکی رو تاقچه دلت آینه و شمدون میشدم، تو دشت ابری چشات یه قطره بارون میشدم. بدترین حس دنیاست به نظرم. شاید دنیا رو سرم خراب بشه. چون مامان من ناراحتی قلبی هم داره، دیابت هم داره، مثلا نمیتونم تصورشم بکنم. متاسفانه من مادرم یه چند روزی مریض احواله، تو آی سی یو هم هستم. سایه تمام مادر دنیا بالا سر بچه‌هاشون باشه. حالا به مادرت زنگ زدی بگی مامان دوست داره؟ نه. الان حاضر این کارو؟ الان حاضری زنگ بزنی؟ بله. مامان جون با تمام وجود دوستت دارم. مامان من خیلی دوستت دارم و خیلی تو زندگی به من لطف کردی، دمت گرم. قربونت برم عزیزم، تو دنیا بهترین ها هستی. خب من زنگ زدم بهتون بگم خیلی دوستتون دارم. قربونت برم عزیزم. دوستت دارم همیشه مامان. دست دردت من به هم خیلی دوستت دارم. همتون دوسته. دوربین آوردن دارن مصاحبه میکنن و همین دیگه. خیلی دوستت دارم و مرسی که در خیلی کمک کردی. تحملت. قربونت برم. سعی کن یه مقدار عاقلانه رفتار کنی عزیز دلم. چشم. میشه دست مادرتون رو ببوسید؟